علاف همستر نشد. در ادامه با من همراه باشین تا بهترین راهکار مواجهه با پدیده‌های اینچنینی رو بهتون ارائه بدم. به فرض لیست شدن توکن این بازی در صرافی‌ها، با توجه به تعداد بسیار زیاد کاربر این ربات تلگرامی، مقدار توکنی که به شما میرسه ارزش دلاری بسیار پایین و ناچیزی داره و ارزش این همه وقت گذاشتن رو اصلا نداره. یه استراتژی میخوام بهتون ارائه بدم که شما بتونید اینجور مواقع بیشترین سود رو از این بازار کسب کنید. معمولا بعد از عرضه توکن های اینچنینی داخل صرافی‌ها، با توجه به هجوم کاربران برای فروش توکن های به دست آورده، این چنین ارزها با افت قیمت بسیار زیادی مواجه میشن، گاهن تا 70 الی 80%. شما میتونید در کاهش شدید قیمتی که به وجود میاد خریدتون رو به صورت پله‌ای انجام بدید. به عنوان مثال، ارز نات کوین در روز عرضه در صرافی کوینکس قیمتش تا تقریباً 1 سنت افزایش پیدا کرد، ولی ساعتی بعد با هجوم کاربران برای فروش توکنی که به دست آورده بودن، تقریباً با افت قیمتی حدود 60% مواجه شد که ما خودمون تو کاهش قیمت خریدمون رو انجام دادیم و تکمیل کردیم و الان هم به اعداد چندین برابر رسیده. این بهترین تصمیمیه که شما اینجور مواقع میتونید بگیرید که از بازارم جا نمونید. از نظر بحث روانشناسی، شما به این بازی اعتیاد پیدا میکنید. در نتیجه این کار باعث عدم تمرکز در زمینه زندگی شخصی و همچنین کاریتون میشه. یه معادل خیلی ساده روانی ما داریم که در نتیجه فعالیت کم و حس سکه اندوزی و دریافت پاداش، میزان دوپامین زیادی تو مغز ما ترشح میشه که همین باعث عادت روانی غیر صحیحی میشه که این بازی در ما به وجود میاره. همچنین هدف اصلی این چنین بازی‌ها مثل نات کوین و همستر این بوده که افراد بیشتری با حوزه بلاکچین و کریپتوکارنسی آشنا بشن، ولی الان با توجه به اینکه افراد عامه وارد این حوزه شدن، با توجه به عدم آشنایی کافی و شناخت از این حوزه، هم امنیتشون هم حریم خصوصیشون تحت تاثیر قرار گرفته و باید این نکته رو کاملا مد نظرتون قرار بدید. صرفاً اگر هدف شما سرگرمیت میتونید به بازی کردن ادامه بدید، اما اگر هدف شما شرکت در ایردراپ هاست، شما میتونید در ایردراپ های خیلی بهتر با تعداد شرکت کننده کمتر و مزایای بالاتر شرکت کنید. همچنین همانطور که پیش از این خیلی‌ها بازار کریپتو رو با بیت کوین شناختن، خیلی‌ها در زمان اوج بازار وارد این مارکت شدن، همکنون هم یک سری افراد از طریق این بازی‌ها دارن با این مارکت آشنا میشن. اگر شما دانش کافی نداشته باشین، قطعاً میزان مضرات و آسیب‌های این چنین بازی‌ها بسیار بیشتر از مزایای اونه. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. توضیحات بیشتر کپشن رو میتونید مشاهده کنید. موفق باشید.